خب سلام و درود، خوش اومدید به جنگ‌های صلیبی یک دوبله فارسی، اون دوبله محشرش. خوشون کیه با این بازی خاطره دارم؟ خدا و کیه با این بازی خاطره دارم؟ بزن بریم. خب آقا ریشارد شیردل رو برمیداریم. آبی میخوامش کرم دارم دیگه، میذارم آبی باشه. بعد میایم اینا میذاریمش کجا بذاریم؟ میذارم اینا اینجا. میخوایم بچه مپ برابر باشه، نگن آقا تو نمیدونم مپت فلان بود اون فلان بود. نه دیگه مپ برابر. اینا همین که هست خوبه. همین دیگه. بریم 3 2 1 آی. بله استارت میکنیم بازی رو. 1 2 3 4. خدا رو شکر همیشه بیکار داریم، خودمونم بیکار نبودیم الان این بازی رو نمیرفتیم. مثلا 100 سال پیشه، یه قرن پیشه. خب اینو میزنیم بچه ها. الان مهمترینش قبل از این چیزه، اول بازاره. من بهش میگم بازار. حالا بعدش این چوب بری هستن، میدونی اگر بازار داشته باشیم و چوب بری نه به مشکل میکنیم. اوکی، چون ما میتونیم باش یارو بخریم. خب، آها آقا از اینجا شروع میکنیم. من میذارم اینجا دوتا، یه دونم از اینا میندازم پاش. الان چوب دوباره کم. نه خوبه. نساختیم. چرا خوبیه. الان ساختیم، الان چوب کم داریم. بله. نه اونقدر کم نداریم. میایم اینجا یه دونه از اینا رو میسازیم. الان دیگه واقعا کم داریم. 30 تا میخرم. 1 2 تا 3 تا. حالا اگر پول خونه داشته باشم که ندارم، اومدن چوباشونو بریزن دیگه. بیا. این زر میزنید به این دروغ میگی به ما. کجای چوب کم بود؟ 4 تا یارو اینجا میذاریم. بعدش میایم اینجا و بهش از اینا و نه از اینا اضافه میکنیم. بله. خب بعدش میایم اینجا یکم سنگ بوری و میذارم. بعدش میام اینجا. ببین این مهمه بچه، این قضیه که الان میخوام اجرا کنم واقعا خیلی مهمه، حواستون به این باشه. خب چوب نیاز دارم، پس بیا اینجا. خب میتونم بسازم. بله میشه. خب اینو بذار اینجا. یه 10 تا 7 یه چیز بیارین. اوکی نیاز داریم الان، نیاز شدیدی هم داریم. یه 5 تا 10 تا از این. 5 تا 10 تا از این. یه 5 تا 10 تا هم از این. خب حالا میخوایم بچه با اینا چیکار کنیم؟ ما میایم اینجا. عالی. این سربازای تیرانداز و کماندار این چیزا رو میگیریم میاریم اینجا، براشون یه قلعه میسازیم. اول ببینم دشمن دقیقا کجاست که میذارمش اینجا. این قلعه رو میذارم اینجا، این تاور رو میذارم اینجا. بعدش میام اینجا و اینو میزنم پاش. آقای ریچارد قراره جر بخوری. میشه بیام داداش؟ چقدر غلط چرته. تو چرت ساختی واقعا میگم. من خودم خیلی از یارو ساختن و اینا سر در نمیاد، ولی تو واقعا چرت کنت. خب حالا بچه ها با اینایی که گفتم نگه دارین. اینا رو الان بهتون میگم به چه درد میخوام. بذار من یکم چوبامون رو بفروشم. به چوب فروشی افتادیم. اوکی. خب با این چوب فروشی ها پولمون نمیرسه فکر کنم. نه پولمون نمیرسه. فعلا همینا رو داشته باشیم. بیایم این طرف ما و سنگ بوری و اینا رو بیشتر میکنیم دیگه. پس من بیشتر اومدم اینا رو زجر بدم، به خاطر اینکه واسهشون هیچ چیزی نذاشتم از اینا. آقا من یه سوال همیشه از قدیم که بازی میکردم واسه اینجا داشتم. چرا این گاوا آدم میگیره؟ گاوا آدم میشن، آدما گاو چی ان؟ بس چه خبره؟ کی به کیه؟ چی به چیه؟ چرا باید گاو به آدم نیاز داشته باشه؟ یعنی گاو آدمه. بعد مثلا آدم ما میگیم شاید حالا یه آدمی کنارش که اینا هدایت میکنه، ولی هیچ کنارش نیست. این دارکه اینجا دارک میشه دیگه. خوب کم است. خوب مورد نیاز است. خوب خیلی کم شده. خوب چوب که داریم. خب بمیره. خب بساز دیگه. یا اون به اونجا بگو برن کار کنه. 2 تا خونه جدید آوردیم. اوکی اینجا رو بزن. یکم وایسیم پول در بیاریم. خب حالا چیکار میکنیم؟ میایم اینجا. پول ندار. بابا
پول مانی یکم پول به من بدیم. پول داده کنید. خب اوکی بیا اینجا. اینو بزن یارو، بزن یارو بساز. ببین من توی این بازی همه چی برام یاروه، اسم همه چی یاروه برام من. حالا آره یاروه دیگه مثلا الان اینا اسمشون یاروه. لعنت به خودت، لعنت به تلات، لعنت به آره یا حالا خودت فکر کن، من خواستم بگم لعنت به چیت. خب بچه ها اینا الان کافی هن واسه دیفنس. یه دو ست دیگه هم از اینا بذاریم کافی هن. یه زنده بمونیم و یکی دو تای دیگه از اینا بزنیم کافیه، همینقدر کافیه. خب الان ایشون احتمالا ما جلو بیاد داخلمون، مشکلی هم نداریم. خب چیکار میکنیم؟ میایم این جاوا میسیم به الن و یک کوچولو میبریم مالیات بالا. اگر مردم ناراحت شدن که ناراحت هم شدن میگیم خب به درک به من شو، میخواد ناراحت نشو. برات این یه شهر خوشگل ساختم من، ناراحت میشه یه ذره مالیات میدی؟ اگه اونجا بودم پوستتون میخواین پوستتون رو بکنم؟ میخواین؟ خدا وکیلی. یک بس تهدید نکن، تهدید نکن. بیا. پول نداریم دوباره. خب بیا دیگه. بعد میگن چرا فلان میکنه. نگاه کن الان وضعیت ما رو. اره غذامون خوبه، میتونم چیز بسازم، بچم یکم بدم مردم ایشونوش کنم. جیره اضافی، دقیقا یه جیره اضافی بهشون بدم. آها الان تازه داریم بچه‌ها چیز میز به دست میاریم و اینا رو ما میفروشیم و من 256 تا میخوام چیکار. خب پول در میاریم. حالا با این پولا چیکار میکنیم آقا؟ تازه ما الان داریم میریم واسه ساخت نیرو. چون باورتون نشه تا الان ما نیرو نمیساختیم و یعنی نیروهایی که میساختیم به درد نمیخوردن. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ چوب دارم که انشالله، امیدوارم. میایم از این طرف دو تا از اینجا از اینا میزنیم. بچه حس میکنم اینجا بهتر بود، واقعا جاش اینجا خیلی بهتر بود. اشتباه کردم اونجا ساختم، اینجا جاش بیشتر بود. چوبمون تموم شد. آقایون چوب بیارین، چوب برا. بچهای چوب بر، بچهای چوب بر. یا میبینی حاجی گاو، من نمیدونم گاو آدمه یا آدم گاوه. آدمه ما که 100% گاوم، ولی خب حالا جوری قضیه نمیدونم. بذار من اینم مز اعتیاد یه دونه از اینا و یه دونه از اینا میذارم. حالا این مز اعتیاد، این یکی مز اعتیاد نیست ولی خب بازه باش بایزو باش. یا اینجا ببین ما الان فقط به اینا نیاز داریم، یعنی الان ببین از اینا پرسودتر نفت غیر البته، ولی خب غیر نداریم، غیر توی مپ نداریم فکر کنم کلا. ریچارد شیلدل 5 بار بگو ریچارد شیلدل. ریچارد شیلدل نه بلش نه چی داری میگی مهدی؟ یه 10 تا این بدبخت بساز. خدا خود نمیشه این خدا زاده بساز. خب چیکار میکنم؟ میام دوباره اینجا پول دارم که انشالله یه کوچولو یه چوسه پول دارم بتونم یه استبل بسازم. استیبل. خب آره یه 4 تا یه دونه استبل. بله شجاعت مردان تو هم دیدیم، شجاعت تو مردان تو هم دیدیم، خیلی شجاعیم. اما لطفا نقدر شجاع. خب چقدر زر میزنم؟ چیکار کنیم الان؟ شوالیه میاریم. میخوام 100 تا نیرو کنم، 100 تا نه چیز 100 تا چی ان اسمشون از اینا. بگو تو هم بگو شوالیه دیگه. ولی کن بابا، حالا شوالیه چه شکلی موقع باشه مگه مهمه؟ شکل شوالیه مگه مهمه؟ 24 تا نیرو. خوبه الان ما میایم بچه اینجا اینا رو میفروشیم. اقتصاد عالی. اینا میفروشم. ببین چقدر پول، نزدیک 5000 تا پول گیرم اومد. حالا میام اینجا 30 تا 30 تا از این 30 تا وای جا نداره. حالا اشکال نداره بیا اینجا یه اسلحه خانه جدید میسازم. کو آیناشش این از اسلحه خانه. نوکرتم هر بزن به تاس. یه 15 تا میمونه. این 15 تا الان برات کارو دارم میارم. خب یه 15 تا اینجا
اوجی چه وضع خوبی داریم خدا که الان چند تا هستن؟ 20 تا. نه زیاد نیستن فعلا، ما نیرو بیشتر نیاز داریم. میگم میخوام 100 تا بشن، میخوام اینا، آره میخوام اینا 100 تا بشن. او ریچارد شیلدل، ریچارد شیردل اومد، ریچارد شیردل. اوه بابا بیا جلو بینم، بیا بینم، بیا بینم آخه چه غلطی من، بیا بینم. واسه من میخواد گنده بگوزه. کسی اینجا بلند پروازی بکنم بالاش قیچی میکنم، بیادبی نمیکنم، فقط یا حالا خودت ببین، من ببین چی گفتم. آره خودت بخون تا تاش. بابا بزن اینو خدا که اینا یکم برسن جلوتر، بدبختی ما نباید برسن به اینا. دمتون گرم، دمتون گرم، دمتون گرم. من خواهم یکی دوتا اینا رو بیشتر کنم. الان میگه شجاع باشید و با مانند مردان من بجنگید. چش از شما یاد میگیریم، شما الگوی ما هستید، الگوی ما. خب یه 25 تا از این کاش کمتر میگرفتم، یه 25 تا از این. خب بکنم دیگه پول آموزش نداشته باشم. آره طلا مورد نیاز است. بله چه آهنگ مسخره اون پشت پر. سرباز شمشیرزن. ما اینا رو داخل تایتل ویدیو براتون میذاریم شوالی، حالا خیلی صداش در نیارم. ببین شوالی فقط اسب ندارم بابا، اسب نداریم ما فقط، یعنی شوالی هنچ فرقی داره. اوه داره میاره. میخوای بیاری؟ فکر نکنم. یکم بزن من به مردم برسم. خوشحالن دیگه، ولشون کن یه پرو میشن. 61 هستن. من از اینکه 100 تا شد دیگه مردم ول میکنیم ما. یه راست بغل آم یارو هستیم. یه 4 تا دیگه بزن دیگه بابا. انشالله اینجا که دارن کار در میارن بچه ها. این پشتم بزن معدن بساز. نمیدونم این گاوا واسه اینا هم تاثیر دارن، اینا هم گاوا نه ولش کن. خب بیا اینجا یکم بیشتر پول میخوایم. الان پولمون بیشتر بشه، هرچی بیشتر معدن اینا رو برم استخراج، به هرچی بیشتر استعمار کنم بهتر، بیشتر پول در میارم. بزن دمت گرم. اوه جی بد دارم میان جلو، یکم زیادی سری دارم میان جلو. بزنینشون بزن. با یه چیز آوردن از این یارو آوردن، بده به من. یکم بیارش جلو، بیارش در حدی که بتونه اینو بزنم. بیارش بزن الان اینو بزن. الان بهش بگو اینو بزنه. من این رو ریپیر کنم. اینم واسه اوناست. بد شد که بگه اینو بزنه. بابا بیا برو شجاع باشیدن. بابا مردان تا اگه شجاع بودن الان انتحاری میرسیم. وای بچه غذامون تموم شد، بدبخت شدم آجی. چرا غذامون تموم شد؟ ما تا الان مشکل غذا نداشتیم، چرا یهو تموم شد؟ الو یه چیز داره میزنه ما رو. کنم نه دیگه نمیزنه، هرچی بود دیگه نمیزنه. آجی غذامون داره یه تموم میشه. وای حالا وای بزن بینم. از اینو بزن اینجا. بیا اینجا. همینقدر خوبه. کافیه دیگه. الان ما غذاتون اوکی بشه دیگه. شما خیلی دارین میخورین، زیاد از حد دارین میخورین دیگه. عادی باید باشه منطقا. ازتون هم مالیات نمیگیرم، بچه های خوبی باشین بهتون پولم میدم. یارانم بهتون میدم، بهتون کامپیوترم میدم.
به بچه‌هاتون بشین با بچه‌هاتون بازی کنید. تنها کاری که از دست ما برمیاد 8000 تا جان. به 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 به. این 40 تا 50 تا میگیرم دیگه لایه تمومه. باید بگم بیش از 100 تا، واقعا بیش از 100 تا هستن. وای واقعا نیرو کافی ندارم. چه غلطی کنم، نیرو هم کافی نیستن. نیرو رو چیکار کنیم؟ یکم خوش کافی نیستن. نه هم 3 تا دیگه اینا بذارم بعد بیام اینجا. کاری که میتونم بکنم تاش همین باشه، بیام اینجا با بساز اینا. اوی دوباره زد، دوباره اومد، باز برگشت خدا. او تو رو خدا اینو بزن، تو رو خدا، تو رو هر کی دوست داری اینو بزن. بزن دمت گرم. میخواد این برجه رو خراب کنه، من نمیخوام. بذار یه دیوار دور برجه بکشم نتونه بزنه. نظره یه چیز کن ریپیرش بده. خب بد میزنی نامرد، نالوتی بد میزنی ها. بد داری میزنی ها. بد داری الو بچه های ریچارد چی هستیم؟ گم میشه میگن اینجا. بیاین جلو حاجی، بیاین جلو. اینا وایس، اینا اومدن داخلمون، اینا اومدن تومون. رسما اومدن تومون. نه نشد اینا کو کجا پیرو. وای حاجی به اون طرف دارن میرن. وای بدبخت شدم حاجی. داره این جنگ بدبختم کردن نامردا. دفعه مستحکم تر بلش. همین خوب. آقا الان چقدر نیرو داریم؟ 70 تا نیرو. ما باید نیرومون خیلی چند برابر این بشه. آره ما نیرومون باید نیروی کافی نداشت. بابا نیرو بسازم الان میگن غذا نداریم. غذا بسازم میگن بیا بمیری خودتو انبارت با هم آتیش بگیریم. بیا ولی خب پول خوبی داره دیگه. حالا عاشق این همین کلمه، من تنها کلمه ای که عاشقشم داخل این بازی همینه. انبار جا ندارد. این واقعا روح آدم واقعا جلا میده. شما این تسو دارین یا نه؟ و من گاوم. بله نسبت شما. خب اوکیه. الان نیرو یه 3-4 تا نیرو دیگه بیاری تمام. من الان 100 تا رو دارم الان 100 تا رو دارم میگم. آقا کل اینا رو هم 90 تا. نه سوال شدم چجوری 90 تا هستن خدا بکنه. 10 تا هم اینجان دیگه، 20 تا اینجان. خب آره پای بگو چه مرگشونه. اوکی بیا اینجا یه 10 تا هم دیگه من اینجا بخرم. 15 تا 15 تا هم اینجا بزن دیگه، بزن تمامش. خب بقیه نیروها رو بده. سوارکار عرب بچه های اینجا هم جمع کن دیگه. بچه ها وقت باید بچه محله رو جمع کنیم بریم دعوا. بچه محله باید جمع شن بریم دعوا. خب یه 3-4 تا نیرو دیگه جمع کنی کافیه. خب اول برم اینا رو بفروشم کم پول دستم بیاد دیگه. هیچی نمیخوایم بخریم، فقط الان قرار آماده بشیم واسه یه رفتن به جنگ. آقایون من دارم میرم. غذاتون اینا تموم نشه بیان زنگ من بزنین غذا نداریم. چرتون میدم. خب از این دو راه داریم. میتونم از این ور برم، این طرف درشه دیگه چیکارش کنم. بیا از این ور. باز درشو این ور نسازه، درشو اون ور باد میساخت. خب حاجی چقدر قلعش ضعیفه، ولی از هر لحاظی که من دارم میبینم خیلی قلعش ضعیفه، خیلی. یعنی من راحت میتونم این نیرو هستن، من اینا رو فکر کنم الکی آوردم الان که دارم نگاه میکنم. راحت میتونم نیرو رو بریزم داخل جرشون بدم. کجا بودیم بابا؟ بیا اینجا بیا اینجا. اوه لشه رو ببین لشه. وای نه تو رو خدا حواست باشه. تو رو خدا بیا این طرف برو. از این طرف شما بیا این طرف. اینا گاون، اینا میخواستن از اینجا برن تو قلب دشمن. اینا میخواستن برن سوی دیار عاشقان.
خب بار جلو 100% نقل مناسبیه. انبار الان با جا نداشته باش. داداش چقدر چی داریم بزن بابا اینا رو بزن. اینا رو بساز اینا رو بساز با اینا بساز. غلط کرده بسازین. اینا از آدم نداریم اینا رو تبدیل کنیم، یعنی فقط گندم داریم. دلقک. خب ببین ما اینا رو که آوردیم اینجا، من به اینا میگم از اینا نه چیز از اینا بسازه. خب یه 3 4 5 تاتون از اینا، بقیه یه 3 1 2 تا خدا رو شکر. یه ولشون کن مردم بچه اینجا دیگه ول کنه. 3 4 تا من از این میسازم. کیو داره میزنه اینا؟ بیان جلوتر. بیان جلو. نه یا جلو اینا اومدن بزن. وای لورد ما کجا؟ کیای لورد ما چرا؟ بیا برو بابا برو گم شو بالا. لورد ما چرا؟ برو داخل برو. بابا شما دارین چه گوهی میخوریم؟ بریم اونجا. لورد ما مورد حمله قرار گرفت، یعنی اینقدر اینا چلاق بودن. خاک تو سرتون. واقعا به معنای واقعی خاک تو سرتون ها. یعنی نتونستن یه 4 تا الاغ بزنن. فعلا شما اینجا رو داشته باشی. یه جوری من نمیدونم، یه جوری اینجا رو داشته باشی. من الان برمیگردم. بس ببینم چه جوری اوجی زدن لوردو. داشتن دارن میزنن اونجا. بذار بسم الله الرحمن. حتی میگه سخنگو خاتم الانبیا کسچیه میگه چرا بگم چه اینجا بزنین اینا رو. همه شو بفرست داخل اینجا. همه رو بفرست اینجا. ببین من نگاه کن، من دیگه برام مهم نیست. سریع حمله کن. برام مهم نیست قرار چه غلطی کنیم. فقط برین. خدا رو شکر ول کنیم مردم میخوایم چیکار؟ مردم میخوایم چیکار؟ اینا رو بفرستین اینجا. ببین اینا رو بفرستین فقط رو قلعه. اینا فقط بفرستین رو در. شما هم همینجور. شما هم اینا دور میمیرن. اینا فقط بفرستین رو در. اوکی بفرستین رو در. اوی حاجی چه حمله ای کردن نامردو به من. اصلا حواسم اونجا نبود. من مثلا از اونجا خیالم راحت بود که چیزیم نمیشه. بابا بیاین دیگه بمیری. من ببینم نمیتونم یه جور بهش بگم. بابا اگه مردان تو آماده بودن که الان اینقدر گریه نمی‌کردی اومدن به حمله کردن. دورو میگم آقا غیر از اینه. دور خدا آتیش نگیرید. حالا برو بزن قلعه رو بزن اگر میشه. قلعه رو بزنیم تمومه. هیچ چی دیگه نداره یارو. رسما هیچ چی نداره. قلعه رو فقط بزنیم. آقا بریزین تو. من نمیدونم یه جور بریزین تو. آخرم من باید بیام اینجا. برو داخل. برو تو. تموم. مردم اوجه سری قیافه ای یا پیرمرده که دندون ندارن. تمومه دیگه داداش. جنگ تموم شد. البته اگه لرد ما رو سریعتر نزنن. نه لرد ما جاش عالیه. برو بالا. ماشاءالله. شما وایسی منو نگاه کن. اوکی شما اینجا هستین. شما بشینید منو نگاه کنید. بریم بالا. همه بریزن بالا. تموم. لرد گرفتیم. ایزی. آقا تموم. آلت F4 ویند. آلت F4 بیا. آلت F میگه نگفت آلت F4. آلت F4. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودید. اگر دوستان از نسخه های دیگه جنگ‌های صلیبی براتون بذاریم توی کامنت ها بگید. و تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.